میرسیم به مبحث ساق دوزی و یا دوخت پل. دوخت پیچی هم بهش میگن، اسمای مختلفی داره. این دوختی که الان میخوام انجام بدم خیلی کاربردیه تو جواهر دوزی. یه دوخت زیبا پرتکنیکیه که حتما باید یاد بگیرید. این خط ته رو که میبینید، خب این خط ته رو در نظر میگیرید. سوزن رو از کنار خط ته وارد میکنید. به این صورت نگاه کنید از کجا وارد کردم. نگاه کنید. ما اینو خط مبدأ در نظر میگیریم. سوزن رو وارد میکنم به این صورت. از سمت چپ سوزن رو وارد کردم، از سمت چپ خط ته. من 3 تا 5 تا 7 تا منجق یا ملیله رو وارد سوزن میکنم. بهتره که این اعدادمون یا همون تعداد منجق یا ملیله شکستهایی که وارد میکنیم فرض باشه که اینجوری خیلی قشنگ‌تر میشه کارمون. 4 تا وارد کردم، اینم 5 تا ملیله. تا انتهای خط میکشم، تا انتهای نخ میکشم. من سوزن رو یا نخ رو به صورت اوریب به سمت راست خط ته هم میکشم به این صورت. دقت کنید به صورت اوریبه. خب میام نصف طول ملیله هام یا از همون ملیله سومینا سوزن رو وارد میکنم. نگاه کنید از کجا میخوام وارد کنم. دقت کنید. این رو من به صورت اوریب میکشم، از اینجا وارد میکنم و از این یکی سمت باید درش بیارم. به این صورت. به این صورت میکشم. یه حالت برجسته ایجاد میشه، خب که باعث میشه کارمون زیباتر به نظر بیاد. این دوخت ساق دوزی همون پیچیمون تو کار جواهر دوزی خیلی کاربردیه و همیشه شاید میتونم بگم استفادهش میکنیم. دوباره من 5 تا ملیله رو وارد میکنم. همین کار رو ادامه میدیم به همین صورتی که الان انجام دادیم. به صورت اوریب من سوزن رو میکشم و از نصف طول و یا از همون ملیله سوم شکسته سوزن رو وارد میکنم و از روی خط ته، از کنار خط ته میارمش بیرون به این صورت. دوباره یه حالت برجسته‌ای برامون ایجاد شد. همین کار رو دوباره تکرار میکنیم. 5 تا ملیله رو وارد میکنم، به این صورت 5 تا ملیله رو وارد کردم. تا انتهای کار میکشم. سوزن رو به صورت اوریب به سمت راست میکشم و از قسمت ملیله سوم همون طول خط اوریب سوزن رو وارد میکنم. به این صورت میبینید که یه حالت برجسته مانندی برامون ایجاد میشه. دیگه ادامه کار عین همون قبلی ها هستش. دوباره من 5 تا ملیله رو وارد میکنم، به این صورت تا انتهای کار میکشم. به صورت اوریب نخ رو میکشم و از نصف طول ملیله و روی خط اوریب سوزن رو وارد میکنم. به این صورت نگاه کنید.
یه حالت برجسته مانندی ایجاد شد.